سلام، خسته نباشید. محمد هستم. میخوام توی این ویدیو در مورد بیماری تحت عنوان اسپوندیلوآرتروپاتی یا همون آسیب مفاصل مهره باهاتون صحبت کنم. بخوایم در مورد این بیماری صحبت کنیم، این بیماری گروهی از بیماری‌های التهابی مفصلیه. دقت کنید که میگم گروهی که عمدتاً ستون فقرات و پیوندهای بین اونها رو درگیر میکنه و شامل چند تا بیماری میشه که اولیش بیماری های مثل اسپوندیلویت انکیلوزون، دومیش مثل بیماری آرتریت پسوریاتیک که 60 تا 70% بیماری که اسپوندیلوآرتروپاتی دارن بیماریشون از نوع آرتریت پسوریاتیکه و بیمار علاوه بر این که اسپوندیلوآرتروپاتی داره، توی این آرتریت پسوریاتیک بیماری پسوریازیس رو نیز داره، یعنی همراه با درگیری های پوستیه. علاوه بر درگیری مفصلی درگیری پوستی هم داره. سومیش آرتریت واکنشی، چهارمیش آرتریت مرتبط با بیماری های التهابی روده که آرتریت انتروپاتیک نام داره که مثلا میتونه با IBS همراه بشه، سندروم روده تحریک پذیر. میتونه با سندروم رایتر و سندروم های مختلف در ارتباط باشه. اسپوندیلوآرتروپاتی یا همون آسیب مفاصل مهره ها یک بیماری روماتوئید سرونگتیوه. حالا سرونگتیو یعنی چی؟ یعنی زمانی که ما از فرد آزمایش میگیریم، آنتیبادی‌ها یا همون محصولاتی که توسط لمفوسیت بی ساخته میشه تا برن با اون مهاجمی که این بیماری رو به وجود آوردن مبارزه کنن، اصلا آنتیبادی درباره این بیماری وجود نداره و همون به خاطر همون بهش میگن سرونگتیو و از طریق آزمایشات بالینی و تستای مثلا ESR رو اینا مشخص میشه. این بیماری علاوه بر درگیری های مفاصل مهره میتونه مفاصل دیگه هم درگیر کنه، مثل ساکروایلیاک که مفصل بین انتهای ستون مهره، استخوان ساکروم و ایلیاک یا استخوان لگن، قسمتی از استخوان لگن. محل دومین مفصل نیست، دومین محل درگیریشو میتونیم اتصال تاندون با استخونا بگیم که التهابی میشه. سومیش میتونیم التهاب کامل انگشتان رو بگیم که بهش انگشت سوسیسی میگن که بعداً براتون بیشتر شرحش میدم. اگه بخوایم در مورد اپیدمیولوژی این بیماری بگیم، این بیماری با HLA B27 HLA هم که Human Leukocyte Antibody بسیار مرتبط، به طوری که 6% افرادی که HLA مثبت دارن داره اسپوندیلوآرتروپاتی هستن و از میان همه افرادی که اسپوندیلوآرتروپاتی دارن 90%شون HLA B27 دارن. الان فکر کنم یکم حرفم گنگ بود براتون. ببینید افرادی که اسپوندیلوآرتروپاتی دارن اینجوری نیست که همشون HLA B27 داشته باشن. تقریبا توی رفرنس های مختلف، توی رفرنس میاد میگه 60 تا 70%، یه رفرنس میگه 80%، یه رفرنس میگه 90%، ولی اون چیزی که بیشتر مشترکه 90%. این بیماری اغلب به ژنتیک و وراثت افراد و محیط که مثل عفونت‌های گوارشی و تنفسی و اینا مرتبط و از طرفی با سایتوکاینی به نام TNF آلفا و یا اینترلوکین 17 و همچنین میتونیم اینترلوکین 23 رو هم بگیم که در ارتباط که باعث التهاب توی مفاصل میشه. ممنونم که تا اینجا همراه بودید. حالا بریم تا بقیه این بیماری رو براتون شرح بدم. این بیماری دارای دردهای التهابی و این دردها اکثرا در ادامه دوره نوجوانی، مثلا انتهای دوره نوجوانی تقریبا بروز میکنن، ولی افراد میان سال به بالا هم میتونه توشون بروز پیدا کنه، مثلا 40 سال به بالا. علائمش رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. من موردی براتون میگم. اول درد قسمت پایینی پشت یا لو بک که این دردها به شکلی موذیانه و زجرآورن. سری دردهای
غیر قابل تحملن تقریبا. اکثرا افراد در نوایی زمانی که شب میخوابن تقریبا نزدیک به صبح یا بهتره بگم در نیمه دوم شب این دردها توشون حاصل میشه و این دردها بسیار متناوبن و حتی گاهی اوقات میتونن باعث از خواب بیدار شدن فرد بشه. دردهای التهابی که این گونه مورد دومش، دردهای التهابی که این گونه دردها هستن میتونه دردهای التهابی پس از استراحت حاصل بشن و ممکنه گاهی دردها از لوبک یا همون پایین کمر به پشت ران و کنار ران هم بزنه و اون تیکه ها هم دردناک بشن. مورد سوم یا علائم سومش، در نوایی از بدن افراد تندرنس و درد داره، قرمزی و درد و التهاب و اینطور موارد که اینها محل اتصال تاندون با استخوان هاست که ملتهب میشن. یکی از شایع ترینش که میونه افراد جامعه ما تقریبا زیاد دیده میشه اینه که تاندون آشیل یا همون تاندون پشت پا که میره به استخوان کالکانال متصل میشه که توی کف پا هستش، اونجا ملتهب میشه و خار پاشنه رو به وجود میاره که فرد احساس درد توی پاشنه پاش میکنه که بهش میگن خار پاشنه. پس خار پاشنه هم یکی از بیماری های اسپوندیلو آرتروپاتی. مورد چهارمش درگیری مفاصل محیطی مثل زانو، مچ دست، آرنج و قسط اللحاظا. این مواردی که گفتم، حالا گفتیم دیگه 3-4 مورد، مسکول اسکلتانن یا همون مایچی استخونی هن یا همون درگیری های تقریبا مفصلی طور و استخونی طور هن. خب ولی این بیماری تظاهراتی غیر از این هم داره که غیر مفصلی هن، مثل یوویت که توی چشم به وجود میاد، پسوریازیس یا همون درگیری های پوستی که توی پوست به وجود میاد و همون IBS یا سندرم روده تحریک پذیر که در درون گوارش به وجود میاد در روده و موارد دیگه. یکی از علائم این بیماری داکتیویته، همون انگشت سوسیسی شکل که بهتون گفتم که انگشت فرد اینجوریه که کاملا یک نواخت و متورم و التهابی و قرمزه، یک انگشت شبیه سوسیسه تقریبا و هم شباهت زیاد دارن. یکی از علائمش میتونه باشه برای تشخیص این بیماری ها. از روش های تشخیصیش میتونیم به تست CRP و یا ESR و یا استفاده از تصویر برداری مثل CT و MRI و سونو و اینها اشاره کنیم. حالا بریم توی درمان های دارویش. اساس درمان دارویی بیماری های روماتویدی، اصلا این اسپوندیلو آرتروپاتی یک بیماری روماتویدیه که درگیری مفصلی داره، حالا درگیری غیر مفصلی هم داره، اما تو گروه بیماری های روماتویدی. اصول درمان بیماری های روماتویدی از قدیم الایام تا همین چند سال پیش، همین پزشکای قدیمی خودمون الان میریم پیششون انسید براتون تجویز میکنن که درمانش اینجوری میدونستن. حالا درمان هستش ولی درمان‌های نوین‌تر و بهتری هم الان اومده. انسید ها مثل ایوبروفن، ناپروکسن، ملوکسیکام و داروهای دیگه خط اول درمانش. تازگی ها یک سری داروهای بیولوژیکی که تاثیر مهاری بر روی اینترلوکین 17 و TNF آلفا دارن اومده و یک سری داروهایی که تو بیماری های روماتویدی استفاده میشه مثل متوترکسات ها، سولفا سالازین که میتونن به خوبی تاثیر بذارن. من این بیماری رو براتون توصیف کردم. این بیماری رو توضیحاتی که براتون گفتم از روی چند تا مقاله و توضیحاتی که از اساتید مختلف فوق تخصص‌ها و تخصص‌هایی که در مورد این بیماری بودن جمع‌آوری کردم و براتون توضیح دادم تا جایی که تونستم قابل فهم باشه. ممنونم که تا اینجا همراهیم کردید و
امیدوارم که بتونه کمکتون کنه. اما اگر علائمی از این بیماری رو دیدین حتما با پزشک مشورت کنید تا درمان دارویی و درمان‌های غیره رو داشته باشین تا بیماریتون زیاد تو فاز مزمن نره که میتونه خطرناک باشه. ممنونم که همراهیم کردید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتر در مورد بیماری‌های دیگه براتون آماده کنم. مرسی ازتون و خدا یار و نگهدار.